آهنگ جدید فردین فریاد با زهرا الهام. زهرا الهام کجاست؟ زهرا الهام چی رابطه‌ای با فردین فریاد دارد؟ هنرمند عاشقانه خوان کشور و نامزدی زهرا الهام با جمال مبارز. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند جوان، تازه‌کار و نه چندان مشهور در میان هنرمندان افغانستان است. زهرا الهام کارهای هنری خود را از پروسه رقابتی ستاره افغان آغاز کرد و توانست در این مسابقه مقام اول را از آن خود کند. زهرا اولین دختر خانمی است که توانست مقام اول برنامه ستاره افغان را از آن خود کند. زهرا الهام بعد از آن که ستاره افغان تمام شد، آهنگ‌هایی برای علاقه‌مندانش نشر کرد و در کنسرت‌ها خارج از افغانستان اشتراک می‌کرد. زهرا الهام با کمک مردم و بالخصوص علاقه‌مندانش توانست به کشور استرالیا برود. اکنون زهرا الهام در کشور استرالیا با یک برادر خود زندگی می‌کند و در کشور استرالیا هم به کارهای هنری خود مانند قبل ادامه داده است و در کنسرت‌ها اشتراک می‌کند. زهرا الهام جدیداً خواسته با فردین فریاد، هنرمند جوان، موفق و ناماشنای افغانستان که بیشتر اوقات آهنگ‌های عاشقانه می‌سراید، آهنگ دوگانه اجرا کند. فردین فریادم با کمال میل اجرای این آهنگ را با زهرا الهام پذیرفته است و قرار است این آهنگ در سال نو خورشیدی نشر شود. فردین فریاد در کشور کانادا زندگی می کند و همیشه به کارهای هنری خود ادامه داده است. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درود دیگر، بدرود.